یه باره یک شخصیت بزرگ و عالی میره که مقصد در همون زمان اموی ها هم با خطی اونا هم همکاری داشت، با دربار رابطه داشته است. همون را سوالش کرد که کو از همه واقعی تعجب ولی حیاتی یکون چی نقل بکنی که حیران شین. بعد گفت که مثبت باشه یا منفی، همون چیزی من نقل میکنم خوب باشه نتیجهش یا که بد. گفت باشه هر دش نقل کن. گفت مثبتش چیزی که در حیات دیدم و بسیار متعجب شدگیم اون است که وقتی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله از دنیا رفت میگه 11 فرزند مونده بود، برای 11 فرزند 18 درم میراث مونده است. برای 11 فرزند 18 درم، نمی یک از در چند درمیش میرسده. اما زمانوی شد که با همین دو چشمی سری خودم دیدم که زمان قحطی و گشنگی بود، مردم باید تکنون زور بدن. یکی ای پسرای عمر ابن عبدالعزیز هر روزه برای 1000 فقیر کمبغل ناداره طعام درست میکرد، هم شام هم سحر. برای 1000 آدم هم تری دسترخوان آراسته میکرد، نام طعامشو میداد. گفت او واقعی نتیجه منفی داشتش کردم باید. گفت بعد عمر ابن عبدالعزیز حکومت به دست هشام ابن عبدالملک غلطید، پسر عمکش، پسر عبدالملک مروان. هشام وقتی میگه از دنیا گذشت به هر یک فرزندش چند میلیون رسید، هر یک فرزندش چند میلیون میراث گرفته. اما چرخی فلک ببینه که کار رنگ دیگه گرفت، دولت از دست اموی اخیر رفت کو در بدر شدن، مال به تاراج رفت هر سه. یک روز میگه یکی همون فرزندای هشام ابن عبدالملک که میلیون زیاد میراث گرفته بود، دیدم که در بازار گدایی کرده است. اینا ببینه سبحان الله. نمی مقصد که این تقدیر، انا مقصد که مقدر هست، پیشکی معلومه، هیچ که دعوی پیشگویی کردن نداره. اگه با سری صحبتی خود بیایی مسئله تقدیر ده. حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له، شما عمل کنه به هر کس همون عمل میسر بشه که خداوند برای همون آفریده استش. فمن کان من اهل السعاده فییسر لعمل اهل السعاده، هر کسی را خدای تعالی جنتی کرده باشه اگر برای او همه عمل جنتی ها مقبوله. وقتی نماز شد به طاقت میشوند، روزه رمضان به خرسندی و خوشی استقبال میکنن، از حرام پرهیز میکنن. و من کان من اهل شقا فییسر لعمل اهل شقا. اما کسی را اگر خدای تعالی دوزخی کرده باشه با او هم عمل دوزخی هم میسر میشود. یعنی کاری حرام، کاری بدبختی و نکبت، یعنی که حتما باید انسان عمل کنه. ما نمیدونیم که در تقدیر ما چی نوشته شدگیه، ما مأموری به عمل هستیم، باید عمل کنیم. همین رزق روزی رو هم خدای تعالی داده است. نمیگوی که خدای تعالی خودش خلقم کرده است، خودش میاره رزق روزی ما میته، میره جان میکنی، کار میکنی، مهنت میکنی. اوقا همین جنت هم جای بازی نیست، برای یک پوتیوف که دیلت گم میزنه و بباشه او جنته که جوانیش پیری نداره، راحتش هیچ وقت غم نداره، سبحان الله سلامتیش بیماری نداره، حیاتش مرگ نداره، ارزوی همه های اوجا پراست تک در اومده نمیشوه، باید محنت کنی. انا در تقدیری من چیزی نوشتگی باشه، تا اینجا میدونی در تقدیر چی نوشتگی های دیدی. اما همین نشانه های، همین بیانگر های دیدی که همین قلبت مقصد جوش میزنه و دوست میداری و محبت داری و فهم که انشالله محبت یا طرفا نمیشوه، یا دست صدا نداره، برای صدا برمدن ده تدرکر. خدا را دوست میداری، فهم که الله توجه داره نسبتی تو. پیغمبر را دوست میداری، با یقین دارم که انشالله پیغمبر دوستت میداره. در دل تو مهر حق چون شد تو، هست حق رو بیگمان مهری تو. هیچ بانگی کف زدن ناید بدر، از یک دستی تو به دستی دیگر. اما کسی اگر تقدیر رد میکنه او مسلمان است. ولی اگر پای ابلهانه است، تقدیری هر کس در دست خود شاید. واقعی تقدیر در دست خود باشه نمیشه وقت بگیری یا امپراتور کنی. کو بکو عجیب گپ بوده. یا آدمی از بیچاره تراکتور زیاد کار میکنه، خیلی نونی خوردنش هم میوه.
یا آدمی است که خاک کار نمیکنه تمام دارویی را خداوند داد دستش. تقدیر از جانب پروردگار است. البته این معنای او را نداره که خاک تقدیر ما خدای تعالی کرده است دیگه چیزی نه، عمل که میگه اسلام میگه عمل که به هر کس همون عمل میسر میشود که خداوند برای او آفریده استش. سبحان الله. این خیلی جورای مسئله قضا و قدر. قضا از قدر چی فرق داره؟ اگر به شرط یک کلمه بیاید قضا بیاید یا تقدیر قدر بیاید هر دوش یک مفهوم ایفاده میکنن. نه که اگر قضا و قدر گفتن بینش حرف عطف اومد، قضا مثل پروژه میشود، قدر ساختمان یا پروژه. اینا مثلا میره زدانی ساخته است نه، ولی الحمدلله همه بیناهای زیبا و خوشرو قامت درست کرده است. همه میره که پروژه چه کشیدگی است، چه خیل میشود، چند کم میشود، این همه قضا است. انا قدر طریقه ساختمانش که اونم بیتون بریزن و آرماتور بپرتوین، قضا و قدر معناش این نمیشود. مسلمان با قضا و قدر باور داره، اما از بس که شورع امر کرده است اعمل و عمل کنه، ما عمل میکنیم خدا را شکر، ما تنبلی نمیکنیم که ما نمیگیم که تقدیر یک از دستی. در تاریخ حقیقتا بدن آدمایی که اینو را جبری میگن، ولی یک جریان در همه اسلام هم بده است جبری ها که همه چی از جانب پروردگار از دست بنده کاری ساختن است خلاص. این غلطی مطلق است. خداوند وقت انسان آفرید برای انسان از بس که امتحانش میکنه در دنیا تمام وسایلی را که امتحان از سپاریده بتونه مهیا کرده است. اگر مهیا نمیکرد انسان امتحان نمیکرد. حالی یک ربویی است به عمر خیام نسبتش میتن یا رب تو گیلم سرشته ای من چی کنم، پشم قصبم تو رشته ای من چی کنم، هر نیک و بده که آید از من به وجود تو بر سری من نوشته ای من چی کنم. این همی طایفه مردم جبری میگن که همه از جانب پروردگار از دست انسان کار ساختن است، در صورتی که الله ذوالجلال و الاکرام انسان اختیار دادگی است. خداوند بزرگ در قرآن عظیم شان تاکید میکنه این خلقنا الانسان من نطفه، بیشک ما انسان از نطفه خلق کردگی. بینه نبتلیه امتحانش میکنه. این خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. بیشک ما انسان از یک نطفه آبی منی خلق کردگیم، نطفه آبی منی چکنده. نبتلیه امتحانش میکنیم. مادام که امتحانش میکنیم برای همین انسان سمیع و بصیر خلق کردگیم. انسان میبینه، انسان میشنوه، انسان عقل داره. اوخی انسان ای حیوان فرق داره کو. حیوان یکون کس میگه که تو معادله کوادراتی حل کن، نمیتونه حل کرده، چخیل بگرش بیچوره ده. اما انسان که میتونه، انسان در مکتب امتحانش میگیرن، میگن معادله حل کن، کار کن، لباس بدوز، لباس بپوش. سبحان الله. حضرت مولوی یک نظم داره، بعضی ها میگن که در جواب همین جبری ها گفته است، از جمله همین ربویی که خیام گفته. حضرت میگه تو چند زنی بر من زینکار تو خور آخیر، من با تو نمیگویم ای مرده پار آخیر. این جمله فرمان ها از بحر قدر آمد، ای جبری غافل تو از لذت کار آخیر. همین فرمان هایی که در قرآن آمده است که انا نماز بخونه، روزه بگیره، مقصد زکات مال تو نبتین و آتو زکا، همیو برای تقدیر ای. مقصد باز کور کسی گوید که رشته به سوزن کش، یا آدم چشماش نبینا باشه، یکون کس میگه که جورت همیش رشته را ای پلش که سوزن بگذارم، اوه ای عهده همی کار نمیبره چخیل میفرمیش. با بسته کسی گوید که اینجاست شکار آخیر، آدمی دست پاش بستگی محبوسه، میگوی که جوره شکار میریم، میدانی که بیچاره رخصتش نمیتن، چخیل شکار میره وقتی تو. با طفلی در روزه کس از شاهد میگوید، یا با نظر حیوان از چشم خمار آخر. در پیش طفلی که در روزه حیال عقل نداره میشه بگوی که یک معرکه فسانه نمیریم اشتراک کنیم، او معرکه ترا چی میفهمه و گپی ترا چی میفهمه. پیش گاو برای بگوی که بسیار چشمای خماری داریم، همون میفهمه.
و حضرت میگه چون هیچ نفهمی تو پهلوی زنان بینشین، از حلقه جانبازان بگذر به کنار آخر. عقل فراست نداری دعوای مردی نکن. در قدرت مخدومی شمس الحق تبریزی غوت بخوری بینی حق را به نظر آخر. تیاب و بیا در حوض شمس تبریزی غوطه بزن، انشالله تجلی نور پروردگار را در همین دنیا مشاهده میکنی. یعنی که خدای تعالی انسان طرز خلق کرده است که نبتلیه، امتحانش که میکنه میگه برای انسان سمیع و بصیره. ثم هدیناه السبیل، راه هم میگه براش نشان دادیم. الله راه نشان مو داد است. پیغمبر مو فرستاد، کتاب مو فرستاد، علما را اینا در بعد پیغمبر آخر زمان مأمور کرده است که سخن خدا و پیغمبر را به مردم برسانند. فقط دیگه چی بهونه میکنی؟